الحمد لله وحده و صلات و سلام علی نبی بعده. اما بعد عزیزان دل، دوستان، امروز هم خواستم در یک اطراف یک احادیث از پیامبر صلی الله علیه وسلم به شما کمی معلومات بدم. اگر چند حدیث کوتاه است، موضوع کلان و مهمی رو در بر میگیرد. انشاءالله از الله امید دارم هر برادر و هر خواهری که در این حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم تفکر میکنه، اندیشه میکنه، او را یک خوشحالی، او را یک وقت خوش، یک راهی نیک در پیش میگیره. از الله امید دارم. پیامبر صلی الله علیه وسلم میگوید که کل بنی آدم خطاون، همه فرزند آدم میگه خطا میکند، یعنی اشتباه میکند در زندگی که پس و بلندی است، در همون زندگیش میگه اشتباه میکنه. و خیر الخطاؤون التوابون، لیکن بهترین همون خطاکارا کدومشن؟ یعنی همه فرزند آدم اشتباه میکنه، خطا میکنه، بهترین اونها کسی است که توبه به سوی الله میکند، یعنی رجوع به سوی الله میکند، از گناه کردگی خودش به درگاه الله طلب مغفرت میکند. به همین خاطر عزیزان دل، غیر پیغمبر و که معصوم هستند، دیگه همه فرزند آدم در زندگیش اشتباه میکند. گفت شاعر که آبی روان بیخس خوشاگ نیست، آدمیت ای پاک نیست. نگاه کنید که انسان ای پاک نیست. ممکن که انسان یک گناه کنه، یک پستی و بلندی زندگی در هر نمود شدنش ممکن است، لیکن کوشش کنه که توبه را از دست نده. کوشش کنه که همیشه به درگاه الله زبان تو به توبه کردن چی باشه؟ تر باشه. به همین خاطر هر گناهایی که کرده فرق نداره، چی در شب، چی در روز، چی گناه کبیره، چی صغیره، همیشه به درگاه الله با عجز و با صدق دل رجوع کنه. الله توبه پذیره، الله غفور و رحیمه. الله بنده توبه کننده ش دوست میداره. الله بنده که دست شمه برداره به سوی او دعا میکنه، او بنده را دوست میداره. الله میگه من شرم میآید از بنده که دست شمه برداره، میگه الله مرا مغفرت کن، من دست او را خالی بر بگردم. به همین خاطر عزیزان دل، توبه کردن فراموش نکنه. الله متعال همه من و شما را توبه نصوح کردن نصیب و روزی بگردانه و استواری و پایداری استقامتی در دین الله متعال به من و شما موفق بگردانه. آمین.